Kamera bıdı. احمقا، پس شبین از خود کاربار دارم. امروی بیادرتون گپ میزنم. سلام علیکم. علیکم سلام. منتظر باشین خبر میدم. پس شبین اجازه نخواستیم. بگویم کی آمده؟ دوستا با بیادر ما چای بیارین. داخل بریم بچیم. بفرما. خدایا تو برم صبر بده. خدایا تو برم صبر بده. مرا خواسته بودین بیادا. درست است بگو بیاین. سعیس باز بگو بیادر. 4 نفر اجازه بده بدون سلام. درست است. موترتان باید هم اینجا باشه. ما ازشان نگهداری میکنیم. دلتان جان بریم. 4 نفر بدون سلام. بفرمایین دوستا. یا ماچ گجوال کدامتون هستین؟ بفرما من هستم. تو از اینجا بخیز تفلک. بیا بشین. بشین. معذرت میخوایم. بیا بشین. چی برات بیارم؟ قهوه، چای، نوشابه چی؟ نوشابه نیست. نوشابه نیست. ای باید دت شوه. بله بیادر بگو چی گپ است؟ احمق، تو امرای ما شوخی میکنی؟ پدرم در شفاخانه بستر از کم بود. جان خود از دست بته. تو ریشخندی میکنی؟ من نمیفهمم پدر تو کی است؟ کنان. یک دقیقه صبر کن پس میام. چی گپ است؟ بچه های ما پیش پدرش به گرفتن سالا رفته بودن. پدرش گفته گاو مرد و شراکتم خلاص شد. بسیار خوب. دیگه وقتی به ملاقاتش رفتم تحمل نتانستم. به جمال بیادر گفتم خیلی بیادرم حقش داده. خب نگفتی مدد چه قسم برش جزا داده؟ اوه من خبر ندارم. من از چیز خبر ندارم بیادر. اما فهمیدم. ای که چرا تو با دیدنی بیادرم رفتی دی برا پسان گپ میزنیم. خب بیادر منتظر ماندی ببخشی. درباره موضوع معلومات گرفتم. شفا باشه واقعا کار خوبی نکده. به تو چی کمک کده میتونم؟ او جمال بیشرفم میخوایم توته کن. درست است. فهمیدی؟ سر بیادرم قارسی. اما من برای چی کمک کده میتونم؟ بیادرت به ما تسلیم میکنی. من خودم جزایشم میتونم. ها
اگه تسلیم نکنی جزایش خو میتم. پیش ما سلا و مهمات زیاد است و اندازی است که فکرشم کردن نمیتونی. فهمیدی؟ باز وقت منطقه بمباران میکنم تو هم زیرش کشته میشی. درست است. برای من اجازه بده یک بار امروی بیادرم گپ بزنم. میخوایم موضوع را از دانوان بشنو. نشنو. درست است. خیلی برو امروی خودش گپ بزن. پیش من چرا آمدی؟ برو انتقام طبیعی. تا فردا شام وقت داری. یک گپ دیگه، ما پیش تو نمیم، تو پیش من میایی. وها دعا کو که پدرم زنده بانه. کاکا بان که من حلش کنم. کاکا چی شده؟ بان که من حلش کنم. درست است بچه، من حلش میکنم. تو باشم اینجا باش. درست است. اول باید ایره خلاص کنم. این موره ها را چی شده لاش مگه خو مرده بود؟ این نمیموره. 7 جان داره. با آذر خبر بتی. باید از زنده بودنش خبر باشه. هلا دوستا، هلا وقت کاری خلاص است. لنگ شوین، روز موزتان رو بگیریم. باز پس به سلولایتان بریم. هلا عجله کنین، زود باشین. دو تاخت براله. الله کمایی نه که سر فایده را خورد. به تو روزمز نیست. چرا نیست؟ تو هنوز کار بلد نیستی. اما بلد میشی، یا به خوشی یا هدف ما. خوب فهمیدی؟ فهمیدم جانم. از آن دومایت مرا میترسانی؟ رفیقت دوزه از خون میترسانه؟
اجازه بده بیا، اجازه بدهش. با دیدن آزار میرم. آیستا بیا بچیم. خانه خالص چطور ها؟ یک بیادر ده خانه نیست. دومی که کجاست؟ کار داره. با او یک گفتنی دارم، مرا کان روان کده. اگه بیادرم خواسته باشه خودش برات زنگ میزنه. چی که دیگه تا سر گپ زدی؟ آزار نیست. یعنی چی که نیست؟ کجاست؟ نمیفهمم ماکان. گفت اگه خودش خواست باز برتان زنگ میزنه. اگه خواست. واه، درست است. پس منتظر خواست آذرجان می باشیم. مربوط ما نمیشه. حالی چی کنیم بیادر؟ چی کنیم؟ فرصت منتظر ماندن نداریم. اگه او نمیخواه ما میخواهیم. ما نقش خود پیش میبرم. افسون دختر مقبولم. مادر کلان چی گپ است دخترم؟ چاشت روز شده هنوز کالای خوده جانت است. امروز کدام کار ندارم، بیکار هستم. ده خانه استی اما ده بستر خوخو نیستی. بگو دخترم، میشنوم. چی را؟ همو چیزی که تو را به این حالت رسانده هنوزم همو موضوعست. کدام موضوع مادر کلان؟ دروغای همو بچه که حال کشته شده. گپایی گفت که فکر نمی کنم دروغ باشه. یعنی سر گپایش باور داری؟ گفت که برای ثابت می سازم. راستش گفته بود قبل از مرگش. خی خدا برات صبر بده. خدا میفهمه چقدر پلانای شوم داشته. از نقطه ضعف تو استفاده کرده. میخواسته تو را بدام بندازه. به هر صورت دیگه هیچ وقت حقیقت نخواد فهمیدیم. هنوز گپایم خلاص نشده. پس آن گپ میزنیم.
چی گپ کن؟ چی؟ کی هستی؟ پس کو بیادر پس کو اوگار نشو. ما هستم ما یا ماچ بیادر خوردت. ما پیزا فرمایش ندادم بیادر گالم. برو منزل پایین. حالا دیگه باشیم. برو. ما برات برگر آوردیم. بیادر شهر ما خوش آمدی. چطور هستی؟ خوب هستی؟ زخمت خوب میکروبی هستم نشده؟ نیست هیچ گپی نیست. صبح ما میکنم باز میبینیم چی میشه. جدی هستی؟ دروازه رو بسته کنم. آیسته فراری هستی فراموش نکو. من خوب هستم کاملا خوب هستم. اما تو چطور هستی؟ خوب هستی یا نیستی؟ یعنی خوب هستم بچیم. کاملا خوب هستم شهرواره. اگه تنها نیستی من پس آن میم. بچیم گپای ناک نزن. داخل بشین. ما کالای پشت پخص میم. حالا دیگه تو هم دیگه تنها نیستی. نه ای بوی عطر برم آشناست. کجا بخیر؟ برایم کار پیدا شد. تو خوب گفتی امروز بیکار هستم. همین دقیقه پیدا شد. دیر نمیکنم زود پس میم. خدافظ. گوش که خورترک میخوایم خانه را تغییر بتم. هر کس خواسته باشه اینجا آمده میتونه. بیخی مزاحم شدن. اینجا را کاروان سرای جور کردن ها. دیگه کی میایه؟ پلیس های بشرف. خداوند کمشان نکنه. هر روز اینجا بدی دارن میان. خدا خیرشان بده. دیگه کی میایه؟ تو مزاحم کلان تو هستی. راستی خورترک تو چرا اینجا آمدی ها؟ من نگفته بودم برو در منطقه چقار بعد اونجا زندگی که نرفتی؟ رفتم. آفرین. کسی که گپ لاله خدا گوش کنه عمرش طولانی میشه. امی که پای خودم ماندم امرای داخان معرفی شدم. بچه را تو میشناسی؟ داخان ای کدام بچه بیشرف است؟ من اصلا نشناختمش. کی است؟ بچه کنان نامش آشناست. نه کسی که امرای شاخ گومی شوگارش کرده بودی. البته جانم. کنانه کی نمیشناسه؟ البته که شناخته میشه. بچه کنان نامش داخان است ها؟ شاید به خاطر تشکری گفته باشه آقا جمال خداوند خیرش بده پدر من نکشت. همراه شاخ گاو جزایش داد. همه تدمن گفتنی؟ نه به خاطر اون آمده بود. پیش ما آمده گفت که اگه بیادرته برم پیدا نکنی من پیداش میکنم. همه قسم اختار داده رفت. باز تو چی گفتی؟ گفتم تشویش نکن. من رفته همراهش گپ میذارم ببینم چی میگه. گپای بعدی در من کاملا حدس میزنم. یک دقیقه صبر کن. نه صبر کن. گپ من خلاص نشده. صبر کن. تو اینجا به خاطر نصیحت اومدی ها؟ حالا برام میگی که بیادر بچه قار برو. بیادر هوشیار باش. بیادر این کار کن. بیادر او کار کن. بین آدما کسایی نیستن که آرام بشینن. اگه تو حمله کنی باز اونام حمله میکنن. صبر کن هنوز گپم خلاص نشده. قبلا هم برات گفتم که نام من جمال کوچوال است. من همین قسم کلا خراب هستم. فهمیدی یا نه؟ من انتقام میگیرم یا ماچ کوچوال. من گفتم که انتقام میگیرم. خلاص شد. خلاص شد. گپ زدم میتونم اجازه است؟ بچه اینجا زاده است. هرچی خواستم باشی بگو. نمیخواستم این گپا رو بگویم. چقور میری یا نمیری مربوط خودت میشه. از مکد کلان هستی وضعیت درک میکنی. هیچ مانعت نمیشم. هرچی میخوای بکو. اگه مانعت شوم از مکده بی غیرت در دنیا نباشه. بس پیش نرو. بس است. راست میگی بچه.
گفتم که راست میگی؟ راست میگم. سرعت فشار بده جمال کچوال. اگه توقف کردی آدم نباشی. تا این حد اجازه دارم. کاملا آزاد هستی، هر چی میخوای بکو. باقیشو به ما بان. ببین بچه سر چقل حمله میکنن. هیچ کاری نمیتونن. بچه مشکل خلق نشه فهمیدی؟ اگه مشکل نباشه مشکل است. ایرا باید بفهمی بیادر. از تو 3 چیز میخوایم. گیر نبیا، دوباره به زندان نرو، کشته نشو. دیگه چیز نمیخوایم. دیگه شو خودت میفهمی. سایس بچه، سایس. خدا خیرت بده. عالی است. پیشنهاد خوب بود خاطرک. بسیار خوب. میشه سوال کنم؟ بچه کنعان چطور میشه ها؟ او را به مبان. مشکل نیست. اگه مشکل نباشه مشکل است خاطرک. تشویش او را نکو، همیشه میخورم فهمیدی؟ کدام فرمایش دیگه ای نداری بیادر؟ نه خواهش میکنم زنده باشی. اما دارم بچیم. میخوایم دانه سر دشمنای ما قطع کنم. دانه خوب است. بسیار خوب است، موفق باشی. اما بیادر یک گپ دیگه برات میگم. بعضن به خانه برو، او قسم راحت میشه. منظورم ایست که ینگیم ده اونجا برات یگان چای مای آماده خواد کرد. یک دقیقه ای. از کجا فهمیدی؟ از رنگ لبسیرین گلاس، بوی عطری که در دالیزت بود. شرلاک هولمز. بسیار هوشیار هستی، بسیار هوشیار. آفرین به ما. خوب شد که تو را بعد از خواندن روان کردیم. استغفرالله. راستش بیادر این گپا مهم است، اما یک موضوع کوچک دیگه هم است. احمق، گفتم که حتما کدام چیز مهمه نشان میدی. حالا گم شو. حالا دیگه بانم یا ببرم رفت؟ نه خیر، ببر. اشتباهاً فراموش شده بود. شاید از جیبش افتاده باشه. بیادر ای کار یعنی هنوز امید است، میفهمی؟ درست؟ خاطرک قبلا هم برات گفتم امید نیست. ما مجبور شدیم، او همه در مجبوری رخ داد فهمیدی؟ حالا دیگه درست است. هر قسم تو بخوای میرم. خاطرک گوش که خدا نکش. قسم میخورم سر خاطر هم نمیکنم. با دستای خودم لطو کب میکنم. میفهمم. با دستای خود لطو کب میکنم. حالا دیگه درست است. خداحافظ. آهسته متوجه باش. بخیر بری. خداحافظ بیادر. خداحافظ. بخیز از اینجا. بخیز. بخیالم که راپور شیطانا رساد. بخیز لطای سلطان بود. بخیز. زود باشین، بخیزین. حالا بخیزین. پولا رو تو گرفتی؟ با آن دیگه چاقت که مال توش که هم سایه تا دوست نگی. گرچه حق و جانب هم نیسته. بالاخره بیادرتان وارتوغلو سعدالدین بزرگ در زندانتان تشریف آورده. اگه بینی تو نکس دگام خون کد بیاین مرم و کم بگیره. وقت دادن روزموز قدیر تو دم مرگ لطو کب کده. هیچ کس هم ندیده. یان ده تشناب بوده. قدیران ده کوماز. واه قدیر جان من. چطور دانستر قدیر قبل زنن؟ بسیار انسان شریف بودن. پیدایش میکنیم. تشویش نکن. به زودی به هوش میآید. اما بعد از به هوش آمدنش ای که کی به کما میره و چی وقت به هوش میآید و چقدر زمان در بر میگیره هنوز مشخص نیست. چیز نیست عامر سای. اتاقای دیگر رو میپولیم. اگه پیدا نکردیم باز هم اینجا میآیم خندولک. 24 ساعت یک بغل همیج افتاده ایم. هر کار باشه در خدمت.
بفرمایین کی هستین؟ براستی زنده استی؟ اوه افسون تو بودی اموتنس؟ بله تو بودی. البته من نفهمیدم چرا که اشخاص زیاد منتظر حمله سرم هستن. من نبودم. میگی تصادف بود. البته بعد از بیرون شدن از پیش تو محترم را تعقیب کردن و بعد از او زیاد چیزا را به یاد ندارم. نمیفهمم چی گپ شده، اما تو برای من میگی که تصادف است. به قدر آمادگی هم ضرورت نداشتم. اگه میخواستم همونجا تو رو کشته میتونستم. البته تو هم حق به جانب هستی. وقتی که زنده استی پس به قول خود وفا کن. به کدام قول خود؟ کل گپا را باید برم بگویی. وام امشو. قبل از وقتی ظرف نمیشه خانم، کمی مصروف هستم. امشو. اوف درست است. درست است فعلا. روز تو هم بخیر صدقه چون شام باز میبینیم. یار بی وفا بمیرن، درد به دوا بگیرن، درد یار آشنایی درد به دوا بگیرن. یار بی وفا بمیرن، درد به دوا بگیرن. چی شده شینال بچه؟ کشتی های در دریای سیاه غرق شده. براستی گریه کدی؟ نیمه شب بود بیادر. طوفان شدید رخ داد. خب بعدنی که طوفان شدید رخ داد نه و پیشوری خود دیدن نتانستن خنده نکو یا ماچ خنده نکو قصدش از تو نگیرم. درست است خنده نمیکنم، قسم میخورم خنده نکدم. درست است بچه؟ به مالت ضرر رسید؟ برای ما بگو. تمام سرمایه خود از دست دادم بیادر. بچه به خاطر او جگرخون استم. هرچی داشتم رفت. فقط اینجا باقی مانده. به هر صورت چی شده؟ مهره آوردی؟ یک دقیقه. مهره را آوردیم. یک بار ببین که چی است. درست است بته؟ نفهمیدم. درست است فهمیدم. تو او قطی را برو برم بیار حالا. اما چوچگه که میگی؟ تو کنان میشناسی؟ کنانه که بیادرت که شوخ و گارش کردم میشناسم بیادر. نه دیگه تو از کجا خبر شدی؟ بچه تمام شهر از این داستان خبر هستن. او را از کجا پیدا میتونم؟ در قریه ولی فابریکه دارن بیادر. گوشت؟ نه خیر جلغوزه. فابریکه سلا بیادر. فابریکه سلا. بچم تو چی گفته میری سلا؟ چی قسم فابریکه داشته میتونم؟ بادر جان او به شرف مرتضی نام داره. شاگردی می شماست، اما از او جدا شده. با کلان ها کار میکنه، با مافیای بسیار کلان کار میکنه. هیچ کس اونا را نمیشناسن. سلای سنگاپوری را دیدی؟ نه ما فقط داخل دیدیم. بسیار یک تفنگ عالی است. دیگه ای که شکار با او مزه میده. تفنگ الف داره، تفنگ ب داره، تفنگ صبر کو بیادر صبر کو. حالا چی الف ب را برام شروع کردی دیوانه؟ بگو. Lots of guns. بچه بعضا وقتا گپای تا هیچ نمیفهمم. امروی خود گپ زدم. مام سوپ بسیار خوب آماده میکنم. راست میگی؟ یک روز آماده که بخوریم. البته جانم هر وقته که تو بخوایی. I will kill you. درباره چی گپ میزدیم؟ سلا تمام او سلا در امریکا تولید میشه. بسیار جالب و عجیب است. اما هر پارچه وجودا در بین ماشینا وارد میشه. غلط فهمی نشه هر قطعش در کانتینر وارد میشه. وقتی گمرک بررسی میکنن فکر میکنن پرزای ماشین است. اعلاش میتن که برای کسی که میاره نامو مرتضی است. بله غلط فهمی نشه با کنانشان تسلیم میکنه. اونجا تیرک ساخته میشه. تیرک چی؟ یعنی چی؟ درست است چیزی نیست. خود کنترل نتونستم دیگه. دیوانه نمیشم شینو. حق بجانی بستی. اینا خلاص است. تو تشویش نکن. پول باشه ما حل میکنم.
این مهم نیست. تو بر ما آدرس فابریکه رو بگو. درست است، بیا که بریم. چی نول؟ اینا رو به سریالا میسازی؟ مقبول است نمتون نیست؟ مقبول است. بسیار با استعداد زنده هستی. باشی. بسیار وقت میگیرنی؟ وقت سریال است ها؟ من زیاد علاقه ندارم، سایل نمیکنم. کجا میری ها؟ بیادر بیادره مرا دستکایت مشکل اگه مدد بیادره بیادر که چاکو چلیم لاغر شدی صدقی که مگه کایت شو بیادر جانم مدد از تو یک خواهش دارم امر کو بیادر گرچه چاقه کم هستی نخواد دستت زیر میز برسه تیر که دستته هفته فهم چی بیادر؟ گفتم بگی نفهمیدم بیادر اینجا چقدر مرکزیات است با خدا در بین پاچم داخل شده بود بابان ده merak etme. ایره چی کنم بیادر؟ یک بچه به نام امره در اتاق ما بود کشته شد به خاطر من تنها مادر و خواهرش هستن یه پول با اونا بده و دیگه تو چه واده آدم میشی چی گفتی بیادر؟ اگه یا ماچ می بود هنوز گپا شروع نکده آخرش هم میفهمید یا ماچ آمده بیادر خدا را شکر بچه قرآ آمده یا ماچ پس آمد خوب است بسیار خوب است پس به او بگو چی را بیادر؟ درباره او بچه امره به خاطر نجات ما جان خود فدا کرد چرا قسم لباس پوشیدن؟ قرار نیست قدر مال در ماشین وارد کنن داخل و بیلرهای کیمیایی میرن بسیار زهری است ماده زهری؟ مسمومیت بالا سبب هر قسم مریضی شده میتونه کارشان خطرناک است نیتریک اسید سلفاید دی اکسید هیدروژن سلفر کربن دی سلفاید با تماس به جلد و تنفس کردن ضرر میرسانه باز به خاطر که من افهم قسم میگی بچه ما میبخشی بچم درست است خوب است تو بگو همون کار میکنه چی کاره؟ داخل نریم بله؟ کیره ترساندی بریم توبه این رقم نکنین امی که یک نفر رو میبینین سرش تفنگچه میکشین شاید راه خود گم کده شاید میخواید که ازگاه میلی بس با پالا کار بد است بچش حالا بریم اینا خب بیهوش نشدن یک کار خب ما میتونستم خب ما ممو کار کردم در مغز انسان یک نقطه خاص است باید خوب به ضربه زده شود تا بیهوش شود نقطه خاص
اینا همیشه همه قسم کار میکنن امرای ماسک و لوازم. دیگه قسم دا 2 روز میمرن بیادر. یه قسمی خیلی 2 ماه زندگی خواد کردن. اگه میخوایی به دولت شکایت کنیم که نمرن. توبه اینا غیر قانونی کار میکنن، با فکر صحت کارگران نیستن. خوب هستی؟ بیادر تکلیف شش دارم، وضعیتم بسیار خراب است، میبینی دیگه. بچم خیلی اینجا چی بد میکنی؟ خودکشی میکنی؟ میفهمم بیادر، گفتن که ضرر داره اما مجبور هستم 3 طفل دارم، از من آن میخواین. حالا دیگه بچیم بریم حالا. شفا باشه. زنده باشی. قرار بود نان خوردن بریم، به رستوران میرفتیم. صدقه چو زنگ بزنم؟ نه چرا من زنگ بزنم؟ چرا زنگ بزنم؟ من خود سر وقت آمدیم. یلماس مادر جان چی شده دی وقت کجا میرین ها؟ ایره تو میفهمی؟ نفهمیدم مادر. هر جایی که از مرا پیشش میبری. مادر جان من خو نفهمیدم چی گپ شده؟ بیبی قسم دروغ نخو، من تو را نمیشناسم. اگر نفهمی که او کجاست قدر راحت شیشته نمیتونی. حالا بریم دیگه. خوش آمدی. خوش باشی مادر کلان. کاکایت همرت نامد؟ کم کار داشت.
نمیفهمم که میایه یا نه. خوب است. سبا تسلیمش کو. چی را؟ امانت باید به صاحبش داده شوه. امانت پدر کلانت به کاکایت میدی. درست است مادر کلان. شب بخیر. شب بخیر. قسمت بعدی. مادر؟ از پشتم بیا، خانه میریم. ما تا قیامت اینجا میشینم، اما برات ضمانت میتم، برات سند میمونم. تو تبا میشی مدیر صاحب. چند ماه در علی آباد بستر بودیم بچیم، اما لودن نیستم.